سلام امیدوارم دور سلام کردم ولی خب صدا منو بشنویم بچه‌ها. میخوام دوستم اسکول کنم. آره خب اول باید بریم تو سرورش ببینیم. حاجی سرور بالا نمیاد. چیکار کنم؟ چی؟ سرور که حالا نه چیز دیگه وای فای من اومدم. من الان تو کوه برفی ام. گفتم بهت بگم. چیه؟ میره تو بکن اگه تو برفی. تو برفی زیر تو بکن. برفای داخل تو بکن. آره کجا؟ چی شد؟ مردی؟ خدا وای 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 وای. من 64 اوکی یه دونه شو میدم بهت. اوکی آره تقسیم میکنیم حالا. پندار بیا منو بزن. بابا منو بزن. اوهو منو بزن. نمیشه. فرندی فایر رو خاموش کردم. الان منم تو رو نمیتونم بزنم. منم تو رو نمیتونم الان بزنم. باشه باشه. رفتی تو غار؟ من هر دلم میخواد در نمیگه اون قولت فقط من این قولت نمیگه من از بسید فضا دارم فقط قولتی من رو مشکل ندارم نگو فقط من کسی استفاده بکنه میبینم یه برش نمیدی؟ آره آفه الان من 51 دارم چیکار نمیدونم چه جالب.
کیام پیدا کرده کجایی؟ چی؟ خرس میخواد تو منو بخوره من میدونستم گوگوگا اتتا گوگا. من گفتم من فقط این استفاده میکنم یه جا اوکی. استیکی من کسی دست رو میزنه استیکی چیزی دیدی ماشاءالله. اون تو صورتت میخوره دارم میمیرم. جانم مردم. من چیکار من دوباره میرم ماین کنم. دوباره میرم جوز میزنم الان ببین به خدا یه بار دیگه ادامه در بیاری اون 64 تا رو بهت نمیدم. غلط کردم من غلط کردم تو خودت الان چند تا داری؟ بذار ببینم. 51 ببینم به تو چه؟ ببینم. خواستم بهت کله بزنم نشد آه ولی تو هم در ازاش باید بهم زغال بدی ها. چشم عباس آقا پس بهت نمیدم. غلط کردم چی؟ پوستر چی اسمش خونه چیزا آدمای بد خونه آدمای بد تینیجرها؟ بله ایناش پوست کن نمیبینیش کوری هر کدومتون هرچند دومتون برتر آجا. هر میشه بیری تا آمریکا من گفتم من میخوام عالیه. عالیه چی عالیه بهتر از این نمیشه. چه منطقی. من یا کشتم داری میمیری؟ نه نه این سوراخ کجاست دقیقا بیارم خرگوش اینقدر روش خرگوش بردازی گوز من باجی برو جای پیلیجرا. من احمق نیستم خودت برو سولاخه چی؟ سولاخه؟ بله سولاخ ما تو مشهد بهش میگه بلاخ شروع کردم تو مشهد بهش بلاخ اوه شوخی کردم اون احمق میگه تیام ما بهش میگیم تیام احمق تیامو چند تا ویدیو میذاری هر هفته؟ چند تا ویدیو میذارم هر هفته؟ ست. من یه رسپیک کنم اینو کجاست من اوک بگی چی ته اینقدر میزنم الان میگی چی
حاجی من رو تیپی کردم بعد الان اسپکت کردم. یه لحظه بیام ببینم اینجا رو. اوکی من چی می‌گم؟ کجایی تو؟ من هرچی من کجاست؟ بعدش درست. دوری سراغ. اینجا سال پیداش کردم. نه پیداش کردم. دوریه. برم توش. الله خیلی کیام درست کرد. بعد از اینکه درست کرد. سراغ پیدا کردی؟ نه آفرین. تو کجایی؟ به تو چه؟ اما یا سراغ اینجا باشه. ما اگه پیداش کردیم ببین یه کار خوبم پیدا کردی مثلا این دراز بود اونم خوبه ها. امه داری؟ آره از امه خوشت میاد؟ یه بار تو آسانسور پرتم کردم چون از آسانسور میترسیدم. من هم از امه خوشم میاد. خوشم میاد. چیز آقا تو کجایی بگو. من تو اسپکتیترم. اوکی نمیتونم جاتو پیدا کنم. تو جورت دیگه من زایی کن. یه از پشت تو ببین. سلام. نه شوخی کردم. کوشی خب تو بعد خودتو بکشی تا به اون کوه برسی دیگه. من تو اشتباه. آره دیگه بعد خودتو بکشی تا کوه اصلی رو پیدا کنی. بجی من رفتم تو برفا بعد بایستم بمیرم. وای کسی آقا الان رو من تیپی کنی میاد جای اون برفا همون کوه اصلی. چی؟ راست تو بعد چیز کنی بعد سوروایول کنی بعد رو من تلفن کنی. بو بعد بزنم استیو تو بو بعد استیو تو استیو خودت استیو تو رو بعد بزنی. من رو تو تپی کردم. ما سوروایول کن خودت بمیر. خب هر وقت گفتم رو من تیپی کن هر وقت گفتم من اسپکتم دارم میگردم.
نه این نیست. اسکول؟ ببین همینه دیگه. ببین وسط این. نه اون نیست. اصلا نه خب میگم بیا بریم همینجا. بازی رو سوپ کن. بالت با دسته بازی منم میخوام. دستم نیست وگرنه میدادم. چی؟ دستم نیست وگرنه میدادم. اصلا ولش کن بیا همینجا این وسط بگردیم. بیا نه هنوز نه وایسا برم یه جایی که برف نریم داخل برف. خب اوکی تیپی کن. خب بریم. ببین اینجا یه غار هست. خب نسبتا خوبه. من تو اون پیدا کنم کجایی تو اصلا؟ من دنبال اون غارم. اونجا یه نه سرسره بود اون چیزه. پینگو بیا ببین. چنده؟ 100,000 100,000 آره همون بود. بس ببین مردم. بودیگارد داری یا نه اینقدر میذارم که اصلا ازت خوشم ایو اختیار داریم. من تخت پیدا کنم. برو تخت پیدا کنم. اوکی. بودو ببین روم تیپی کن. نه یه لحظه روم تیپی کن. برم روی تو چرا خود؟ یه لحظه دایموند پیدا کردی؟ نه بیا تیپی کن. چی تیپی کنم؟ تیپی کن یه لحظه. چی کار داری؟ میخوام به 64 تا آیرون هم بدم. نه بله آدم خیلی خوب. بله باید پیدا کردی بگو من بیام باش چشمه باز آقا سو استفاده 100% کامل شد. منطقیه. سو استفاده اسکول 100% کاش میزنم شده تو گوشش آدم میشد. کی این کارو باید کرده؟ چی؟ اینجا این خیلی عوضی. بابا نکن دیگه. خب چرا؟ خب دوستان این بود از این ویدیو تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.